بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، برادران نهایت عزیز و گرانقدر، خواهرای بسیار مهربان، خواهرای با حجاب و دیندار، ستاره های واقعی قرآن عظیم الشان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیروز در درس در قسمت توحید در خوف در پرتو کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمتتان گفتیم که آیات قرآن در 4 بخش تشریح کردیم، ولی تحقیقات علمی همی است وقتی انسان تحقیق بیشتر میکنه موضوعات بیشتر پیدا میشه. قرآن یک بحر است. 4 بخش را که من خدمت شما گفته بودم که یکی خوف از خالق متعال بود، اون خوف از مخلوق بود. سومش خوف از بعضی از حوادث بود. چهارمش استعمال کلمه خوف به حساب لغوی بود. پنجمش آیات دیگه قرآن عظیم الشان ما خواندم که در اونا اطمینان میده الله متعال بر بنده های خاص خود، کسایی که صفات خاصی دارن اونا را الله متعال میگه که فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، باز اونا خوف هم نمی داشته باشن و جگرخون هم نمی باشن در روز قیامت و در وقت ملاقات با خالق متعال. پس لطفا همی بخش پنجمش شما چی کنین؟ نوشته کنین و اضافه کنین. در بخش اولش گفتیم که خوف از الله متعال است و خوف از الله متعال یکیش بخش خوف عبادت است، عبادت قلبی که خوف توحیدی، خوف تعبد یا عبادت قلبی، خوف سری یا مخفی و پوشیده، و خوف تقرب ایره هم میگن که انسان با قلب خود الله را عبادت میکنه، به وحدانیت الله ایمان میداشته باشه. مخفی و پوشیده هیچ کسی بغیر از الله از این عبادتش خبر نمیشه. و آیت شریف هم خواندیم که الله متعال فرمود در سوره مائده آیت 44 که فلا تخشوا الناس واخشونی. این دیروز خواندیم. آیت دیگه که امروز میخوانیم سوره آل عمران آیت 175. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما ذلكم الشیطان، الله میگه یقینا که این همون شیطان است که یخوف اولیاءه، که میترساند این 2 قسم تفسیر میکنن. بعضی اوقات شیطان خودش دوستای خود میترسانه، از این خاطر کسایی که پرستش شیطان میکنن اونا از شیطان بسیار میترسن. و یا این قسم تفسیر میشه که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. امام طبری میگه که یخوف والله المؤمن بالکافر. شیطان چی میکنه؟
در قلب انسان وسوسه میپرته و مسلمان از کافرا میترسانه. یک تفسیری هست: انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، یا دوستای خدا میترسانه و یا هم مسلمانا را از کافرا میترسانه. و یرهب المؤمن بالکافر، و کسایی که تحت وسوسه های شیطان قرار میگیره، شیطان چی میکنه که اینا را از کافرها بسیار میترسانه. و مردم، یک وقت ما بودیم، یک کسی که ما بود و عرب بود، برای ما یک روز تشریح میکنه، میگه ای خارجی ها یا قدر معلومات زیاد دارن که اگه بخواین بفهمن که ما تو دمی زیر پیران خود چه قسم زیر پیرانی پوشیدیم، ایره هم میتونن پیدا کنن. من امروز چیز نگفتم، باش برش یک دلیل پیدا کنم تا که خوب قناعت کنه. قدرت الله رفتیم، گفت بریم خبرها را سیل کنیم. در خبرها دیدیم که در انگلستان پلیس انگلستان تلاشی میکرد. من از دوست خود گفتم یه قدر که آخه خبر دارن در افغانستان از زیر پیرانی موضوع خبر داره، خیلی چرا تلاشی میکنه؟ خب باید بفهمه که اونو نفر که سلا داره، اونو دوز است، اونو نداره. یک دفعه یک تکان خورد. مرا میگه من این اکتشفته، از کجایی را کشف کردی؟ ما گفتم الله متعال برای مؤمنا یک فراست میده، یک قلب روشن میده که این انسان مؤمن میفهمه که این واقعیت است، دروغ است. حالا اگه کافرای قدر معلومات داشته باشن، خیلی چرا دروازه کار بند میکنن و باز بینگ بینگک میکنن و باز یک وقت که تیر میشی، ما یک دروازه مرا تیر میکردن، بینگ 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 میکنن، بینگ 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 میکنن، بعد از همه یک چیز ها میاره، باز میپاله، باز که میگه تو برو از دروازه تیر شو، باز ما تیر میشم، باز هر قدر که کرد میره تال دادم. گفتم باش که چی میکنم، میفهمم که من چی دارم یا ندارم. هر قدر که پالید نیفت، آخر مرا میگه که چی هست پیش تو؟ من هر قدر پالیدم نیست، لکن از دروازه که تیر میشی دروازه بنگ است میکنه، کدام چیز هست پیش تو؟ آخر گفتم لالا جان، اگه چشمایت کار میکرد، من دندانم ساختگی است، این دندان ساختگی هم دومونجا چی میکنه؟ بنگ بنگک میکنه. ما که خنده میکنه، این فکر کرد که چی دندانایی داره. ما گفتیم این دندانا رو مجبور کردیم در هندوستان، از این خاطر تو فهمیده نمیتونی. گفتیم این دندان ساختگی از این خاطر. اوه گفت والا مرا تکت کردیم. پس شیطان، کسایی که به وساوس شیطان تسلیم میشه، او را از کافرها بسیار میترسانه. فکرت باشه که کافرها اقا پلان داره، اقا پروژه داره، اقا امکانات داره، اقدر معلومات داره، اقدر فلانی و اقدر فلانی. وقت ما که پروفیسرهای شیشتیم، دیدیم که در 15 دقیقه خو کرد. در 15 دقیقه همون پروفیسور کلانش اما دین خدا نمیفهمید، اما عقیده خدا نمیفهمید، اما روش خدا نمیفهمید، سیاست خدا نمیفهمید. پس الله متعال میگه فلا تخافوهم، تو قلب جور کو که از دشمنای الله نترسی. تقدیرت تغییر کرده میتونن؟ نه. عجلت تغییر داده میتونن؟ نه. یقینت تغییر داده میتونن؟ نه. اگه خودت تسلیم شدی و خلاص گپ از دیگه. اگه نه شیطان هیچ چیز کرده نمیتونه. اما شیطان جنیام کسی، یک روز یک کسی شیطان داشت آمد تو خشت در جان ما گرفت، مرا گفت میزنم بگه تو خشت قرآن نخوان. من گفتم که بزن، من قرآن میخوانم تو بگی بزن. این کمیتی هر قدر خیزک میزد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، گفت نخوان. من گفتم میخوانم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هر قدر خشت را بالا برشید، من گفتم برو خلاص بکش مرا تو چیز. آخر خودش آمد چیش و عمو جن، ما چم راست گفت یا دروغ گفت الله اعلم،
کلمه خواند و گفت لا اله الا الله محمد رسول الله. فلا تخافوهم، الله میگه نترسین از کافران. سرنوشت زندگی تو را، تقدیر تو را، اجل تو را، رزق تو را هیچ تغییر دادن نمیتونه. او خودش در غم جان خود است. از او کسی که تو میترسی میگه شاهان و فقیر بنده درگاه درند، آنان که غنی ترند محتاج ترند. ما و شما دیوال اولی ما از قلوخ است، یک لغت بزنیش چپه میشه. یا میرن یک دانه دیوال هم چقدر $1500 چقدر است همین دیوالکایی که یک دانه چیزی که بالا میکنه. او اگه نترسه چرا خدر دیوالای خدا کلان جور کرده؟ از ما و تو کده او زیادر میترسه. از ما و تو کده. یک قصه براتون بکنم. خوب میگه یک امریکایی رفته بود وردک، فهمیدی؟ اما تو دیگه کلشان این امریکایی هم میرن دیگه. یک در وردک، میدان وردک، این باغای سیب زیاد است. این کدام درخت مجاهد پیدا شده، درخت مجاهد. این امریکایی بیچاره در این تخته پشتش دیگه تو زیاد کالاست، اما تو دیگه روان است نصف شب 12 بجه شب دیگه تو آمده سوپر پاور. این سوپر پاور دیگه اینجا عکس شیر است، اینجا عکس پلنگ است، اینجا عکس مچم دیناسور است و چی است. این دیگه همه قسم روان است. این صاحب از این پشت سر از این ماکم میگیره. این فکر میکرد که والا مرا گرفت. leave me please, leave me please. تا که leave me میگه یک وقت وضویشان مشکنه، غسلشان مشکنه، نفسش میبرایه. آخر میرن که ده چی مرد؟ سایل میگه در شاخ درخت رسپانه که پشت سرش بند مانده. فلا تخافوهم، الله میگه از یا نترسین. و خافونی، و از ما بترسین ان کنتم مؤمنین، اگر راستی مؤمن هستین. اگر نیستین به نام مسلمان هستین، در تذکرهای الکترونیکیتان نشته کردین مسلمان و بر زبانت حمدگویا در دلت پیدا صنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود. خوف از الله و عدم خوف از دشمنای الله عبادت بزرگ قلبی هست. فلا تخافوهم و خافونی ان کنتم مؤمنین. قسم دوم در این خوف از عدالت الهی بود و ترس از عذابش. ما و شما بیشک از عدالت الهی و از عذاب الهی می ترسیم. ولو که یک انسان به اندازه با تقوا باشه مثل عمر ابن خطاب رضی الله عنه. عمر ابن خطاب کسی است که بیرق اسلام در زمانش در 3 قاره که او وقت بود در اهتزاز بود: آسیا، اروپا، افریقا. فارس پادشاهی پدرکلانای ما را، پدرکلانای کافر آتش پرست ما و شما را، پادشاهی شناتو گرفت که یزدگرد با لشکرش نیست نابود شدن و تا امروز قوم پرستای زبان پرست یزدگرد پرست عمر ابن خطاب دوست ندارن. وقتی عمر رضی الله تعالی عنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگی خود چند پیشنهادی داشت، الله متعال تایید کرد سخنان عمر رضی الله عنه را. رسول الله صلی الله علیه و سلم برش بشارت داد که تو جنتی هستی. در 10 مبشره بالجنت یکیش کی هست؟ عمر ابن خطاب رضی الله عنه هست. ولی اینمی عمر ات یک قلب خائف در مقابل الله داره. چی میگه؟
میگه اگر صدا شوه از آسمان که کلگی جنتی هست، یک نفر دوزخی است، میترسم که همین من نباشم. میترسم که همین من نباشم. میگه زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رحلت میکرد، نامه های منافقین لیستش به ابو حذیفه داد رضی الله عنه که اینی منافقین است یا را بشناسین. عمر رضی الله عنه میگه آمد گریه کنان که یا ابا حذیفه، ای ابا حذیفه، قسم میدم به خالق متعال به این لیست منافقی خود من نیستم. اقدر میترسیدن از الله. به این لیست من نباشم. برش میگه یا عمر، تو عشره مبشره بالجنت هستی، پیغمبر الله و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. برش وحی شده که تو جنتی هستی. تو را رسول الله صلی الله علیه و سلم وزیر خود تعیین کرده. مقربترین اشخاص پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی. لکن هر چی که باشی باز هم باید بنده خائف الله باشی. آلخو نیست. آلخو هر کسی که ببینی در غندی خیر شیشتن، بیا این دستای مرا ماچ کنین، این دستای قرمابوی تو را چرا ماچ کنین؟ ما خو جنتی هستم، ما خو رسیدیم، بیاین که شما را هم برسانم. الله میگه ولا تزکوا انفسکم، شما خود تزکیه نکنید. هو اعلم بمن اتقا، الله میفهمه کی با تقوا هست. هیچ کس تزکیه نکنید، خصوصا در عصر فتنه. هیچ کس را شهادتنامه جنتی ندید. ایناله باید کلگی خوف و ترس داشته باشن از الله. یکی از وسایل شیطان همی هست که از قلب بعضی از انسانها ترس الله را میورداره. باز میگه برو برادر نماز چی کنیم؟ نماز چی کنیم؟ دروازه جنت که واز شد، به نماز با نماز میده و میره داخل میشه. او خیال پل باغبومی کردن. صوفیان صاف را اول به دوزخ میبرند، شستشویش میکنند، واپس به جنت میبرند، تا که آهن که کج باشه تا کوره دا آتش خوب سرخش نکنن، چند مرتول نزنش، او آهن راست نمیشه. تا وقتی که از کل اشتباهات و غلطی ها پاک نشدی، تو داخل جنت شده نمیتونی. وقتی که کلش پاک شد باز میگه سلام علیکم طبتم، السلام علیکم کسایی که پاک شدین. یگان تو مثلا 50 سال بعد از پل صراط آمده دیگه 70 سوخته و خیز سوخته و دانه دروازه که میرسه سوختگیایش مانده و گناهایش خلاص شده. پس خوف الله بزرگترین نعمت الله هست که در قلب مؤمنا می باشه. خوف از چی می باشه؟ خوف از الله، از آتش دوزخ. یا عبادی فاتقون در سوره زمر میگه آیت 16. خوف از عذاب روز بزرگ یعنی روز قیامت. الله متعال میگه قل اینی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. ترسیدن از روز چی؟ بزرگ. سوره انعام آیت 15. دیگه خوف از عذاب کبیر یا بزرگ که هم در روز قیامت است. سوره هود آیت 3 اینی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. سوره هود آیت 3. از عذاب دردناک اینی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. سوره هود آیت 26.
شعیب علیه السلام برای قوم خود میگه اینی اخاف علیکم عذاب یوم وحید. سوره هود آیت 84. خوف و ترس از عذاب روز مشهود، و ذلک یوم مشهود، سوره هود 103. ابو حفص عمر بن مسلمه نیشاپوری میگه الخوف سراج فی القلب. ترس آفتاب و روشنایی است که در قلب مؤمن می باشد. بهی یبصر ما فیه من الخیر و شر. توسط اینمی خیر و شر درک میکنه. این خوب است، این خراب است. تنها میگه خوف و ترس الله با ترس مخلوقات چی فرق داره؟ میگه کل احد اذا خفته هربت منه. از هر کسی ترسیدی، از هر چیز ترسیدی، از او فرار میکنی. الا الله عز وجل، بغیر از الله عز وجل. چرا؟ فانک اذا خفته هربت الیه. هر قدر از الله زیاد ترسیدی، با مو اندازه به الله بیشتر نزدیک میشی. فالخائف من ربه، از الله کی میترسه؟ حارب الیه، به طرف الله چی میکنه؟ الله میگه ففروا الی الله، از کلگی بگریزین، فرار کنین به طرف کی؟ به طرف الله. اینی انسانه که در هر حالت زندگی به طرف الله میره. شما سعی کنین امی اطفال به مادر خود چقدر عقیده دارن. یک طفل مادرش چند سیلی میزنه، اونجا چند تا دخترای همسایه و زنای همسایه شیشتن. این مادر این طفل خود کت سیلی زد، روش اوگار کرد، جزا دادش. این طفل باز همچون عقیده بسیار قوی داره که از مادر که دیگه برای من کس مهربانتر نیست. با وجودی که مادر ایره لط میکنه، با وجود از این پس در دامان و در آغوش مادر خودم میپرته، باز میزنش، باز خودم میپرته، باز میزنش، باز خودم میپرته، تا ای که پس رحمت مادرش زنده میشه و پس ایره در آغوش خود میگرفت بوسیش میکنه. انسان مؤمن هر قدر که سختی های از جانب الله برش زیاد میآید، پس سر به بارگاه الله میگذاره. واسجد واقترب، سجده میکنم، خدا به الله نزدیک میگه. و الله بنده هایی را که زیاد دوست داره، اونا را زیاد امتحان میکنه. در سر سرک هم امتحان میشی، در بازار هم امتحان میشی، در مسجد هم امتحان میشی، در خانه هم امتحان میشی. اگر امتحاناتت بیشتر شد، بفهم که به پیغمبر نزدیکتر شدی، و وقتی به پیغمبر نزدیکتر شدی، به الله نزدیک شدی. چرا؟ چرا پیغمبرها اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. باز امی قسم هر کسی که زیاد امتحان پیغمبرها میشن، باز هر کسی که به اونا نزدیکتر باشن. امی شخصیت های اسلام که هست، بزرگا که هست، اولیاء الله، دوستای الله که هستن، کلمات از اینا کلمات بسیار زیبا هست. مرا بسیار خوش می‌آید ای دوستا و اولیاء الله. یکی از اولیاء الله ابو سلیمان میگن. او چی میگن؟ میگن ما فارق الخوف قلبا الا خرب. از هر قلبی که خوف برداشته شد، او قلب خراب شد. آبادی قلب در چی هست؟ در خوف و محبت و رجا هست. دیگه عالم بزرگوار میگه، ذنون مصری میگن یکی از زاهدای بسیار بزرگ اسلام است. این میگه الناس علی الطریق ما لم یزل عنهم الخوف. میگه مردم در راه مستقیم هستند تا وقتی که خوف از قلبشان، ترس الله از قلبشان دور نشده.
فما زال الخوف ضل الطریق. هر وقت که خوف از قلبشان کشیده شد، بازیا راه را گم میکنن. ذوالنون مصری رحمت الله علیه عالم زاهد است، عارف بالله است. ابو عثمان الحیری، این هم یکی از زاهد است. این چی میگه؟ میگه صدق الخوف هو الورع عن الآثام ظاهرا و باطنا. صدق و راستی ترس چی هست؟ خود نگه داشتن است از گناه های ظاهری و باطنی. اگر از گناه های ظاهر و باطن خود حفظ کردی، در خوف و ترس از الله واقعا صادق هستی. در غیر از او میگی خود دروغ میگی. باز میگه عالم دیگه میگه خوف واجب خوف است که تو را به واجبات بکشاند، خوف واجب، و از منکرات تو را دور بسازد. و خوف مستحب او است که به مستحبات تو را بکشانه و از مکروهات تو را چی کنه؟ دور بسازه. خب بخش دوم ما خوف از چی بود؟ از مخلوق. عالم امسر خوف مخلوق. خوف از مخلوق سه قسم است. یکی خوف شرکی هست، یکی خوف حرام است و دیگه خوف طبیعی. از مخلوقات میترسین، بعضی خوف ها به شرک انتقال پیدا میکنه، بعضی خوف ها حرام است، مشرک نمیسازید لکن حرام است، و بعضی خوف ها عادی هست، میترسیم لکن طبیعتا. خوف که شرکی هست کدام خوف است؟ خوف است که ترس که به الله بیتی او ترس به مخلوق میتی. مثل که بت پرستا همه قدر از بت میترسن که مؤمنین از الله میترسن. قبر پرستا از صاحب قبر به مو اندازه میترسن که مؤمنین از الله میترسن. مور پرستا، جن پرست همه قدر از جن میترسن مثل که مؤمنین از الله میترسن. جادوگر پرست از جادوگر میترسن می قسم که مؤمن از الله میترسن. ماده پرست، عقل پرست، قوم پرست و امثال. این خوفی که بر الله هست، علما میگن که من صرف خوف سری، این خوف قلبی که در داخل قلب هست که رازی بین بنده و خالقش، اگر ایره به یک مخلوق داد فقط اشرک شرکا اکبر، ایده شرک اکبر داخل شده. اذ جعل لله ندا فی الخوف. قبلا ما شما خونده بدیم که و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. بعضی کسا که الله در محبت مخلوق شریک می سازه و بعضی کسا انداد و شریکا را در چی کت الله می سازن؟ در خوف می سازن. بارک الله فیک. و ذلك كحال المشركين الذين يعتقدون في آلهتهم ذلك الاعتقاد. که مشرکین که بیشین همی اعتقاد دارن، همی بوتا که تجاوز یک سیلی بزنن میگه بوتا دکنتی درت میته نہیں درتا ہے. میگه نہیں فقط پوجا کرو، اس کی کچھ مت کرو چی. میگه بوتا خود چی میگونی؟ تو گاوا میگه غرص نگیری دکه بیتی، یعنی گاو میخوریده. باز میریم پیش گاو کلی خدا میمانه، بازو گاو هم دیگه حال خودیده که کلش لوده است، باز هم دستک خدا سر شانه شان مانده میره. یگان تو شادیره. الهی توبه. قوم هود علیه السلام برای هود علیه السلام چی گفتن؟ سوره هود آیت 54 را بکشین. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. قالوا گفتن یا هود ای هود علیه السلام ما جئتنا ببینه،
تو بر ما دلیل ناوردی، دلیل قوی. و ما نحن بت پرستا بودن چی میگفتن؟ و ما نحن بتاریکی آلهتنا عن قولک، ما ترک نمی کنیم این معبودای خدا و سخنای تو. ما این بتها را که جور کردیم و این قبرهای را که جور کردیم و سخنای توی را ما ترک نمی کنیم. و ما نحن لک بمؤمنین، ما بر تو ایمانم نداریم. لکن تنها به می گپ اکتفا کردن؟ گفتن نه، به این گپ اکتفا نکردن. گفتن این نقولو، ما نمیگیم برات ای هود علیه السلام الا مگر اعتراک رسانده هست بر تو بعض آلهتنا بسوء، بتهای ما بر تو یک ضرر بر تو رسانده. قال اینجا سکوین ایرمی ترسانن به تو ضرر رسانده، تو را از بارگاه خود رانده که توی را قبول نداری، تو را خوش نداره بتهای ما. باز داینده هم خواست که دیگه چی سختی ها سرت میاره، چی عذابا را سرت میاره. یا ببینید چقدر از اون میترسن. قال اینی اشهد الله و اشهدو، هود علیه السلام گفت که من شاهد میگردانم الله را و شما هم شاهد باشین که اینی بریء مما تشرکون، من بیزار هستم از اون چیزی که شما شرک میارین. قوم هود علیه السلام از بتهای خود چی میکنن؟ میترسانن. چرا غریب هستی؟ بتهای ما سرت قار شدن. چرا خوار هستی؟ بتهای ما سرت قار شدن. بت زده شدی. فهمیدی؟ ای نه، این گپا را چی میکنن؟ که حال عباد القبور، همین قسم میگه قبر پرستا در او عصرها و در هر عصر، فانهم یخافون اصحاب القبور من الصالحین، میگه یا از صاحبای قبر که اونا اصلا صالحین هستن، مخلوق هستن، از اونا بسیار میترسن. بل من الطواغیت کما یخافون الله، بلکه از طاغوت ها که هست میگه از یا هم همتون میترسن. کما یخافون الله، مثل که از الله میترسن. هم از پاچاهای طاغوتی خود میترسیدن و هم از بتهای چوبی میترسیدن، هم از بتهای سنگی میترسیدن و هم از بتهای گوشتی. متوجه هستید؟ قسم دوم خوف حرام است. خوف حرام دو قسم است. یکی ترسیدن از مقام و چوکی و منزلت یک مخلوق است، از امکانات نظامی و عسکری یک مخلوق است. و قسم دوم خوف وهمی است که او جبن و ترس است. در قسمت از مقام مردم که میترسن چه قسم است؟ الله متعال میگه انسانهای منافق از اینا زیاد میترسن. در کجا هست؟ در سوره احزاب آیت 20. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. يحسبون، اینا گمان میکنن الاحزاب که لشکرهای کفار لم یذهبوا، یعنی احزاب کفری نرفتن. احزاب وقت چی را میگفتن؟ امون لشکر کفری که یک حزب شیطانی را تشکیل داده بودن، باز چند حزب شیطانی یک جای میشن، بازی ها را احزاب میگن. فهمیدین؟ میگه این مردمایی که ضعیف الایمان بودن و منافقان بودن، در وقتی که احزاب آمدن و لشکرها آمدن در مدینه منوره سر مسلمان ها حمله کنن یا هوا کردن رفتن خدا پت کردن، گمان میکردن که احزاب نرفتن. و این یات الاحزاب، و هر وقتی که میگه این لشکرهای کفری بیایه، باز منافقین چی عادت داره؟ یود لو انهم بادون فی الاعراب، میگه کاش که ما بیرون میبودیم. در کجا میبودیم؟
در امو مناطقی که اعراب یا کوچی ها میشینن، کاش ما میرفتیم در مو اطراف یک جای خدا پت میکردیم. یسالون عن انبائکم، الله میگه بازی ها منافقا چی میکنن؟ میرن در موجا خدا پت میکنن، باز از خبرهای مسلمان ها پرسان میکردن که چطور شد که مردم قدر لشکر آمد اون وقتی که سر مدینه منوره حمله کردن، نه در غزوه احزاب. بازی ها دیگه از اونجا پرسان میکنن چطور شدن؟ خود زیاد لشکر قوی بودن، چه سلاح داشتن، مهمات داشتن، خبر نداشتن که یک شمال الله رایی کرد دیگه کاسه و خیمهشان کلش چپه شد، خودشان خیستن گریختن رفتن. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا. الله متعال میگه اگر این منافقا سر از یارای نزنین، این منافقا اگر در بینتان باشن یا اگر جنگ هم کنن بسیار کم، یک دو تا تق میکنن میگروزن. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه. اسوه رهبر، رهنما، پیر، مرشد، بزرگ، رهبر سیاسی، رهبر جهادی، رهبر دعوتی، رهبر کاملتان کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم است. برای کدام مردم ها هست؟ لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. کسی که دو صفت داره، کسی که الله را میخواه و کسی که آخرت را میخواه و الله را زیاد یاد میکنه. سوم صفت و ذکر الله کثیرا. برای زیاد رهبرشان کی کافی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. از قلب رسول الله که در قلب پاک پیدا میشه. قلب کی را الله گفته الم نشرح لك صدرک؟ قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر ما میخوایم قلب ما پاک شوه، اطاعت از قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنیم. اگر میخوایم زبان ما پاک شوه، اخلاق کی را الله خلق عظیم گفته و انک لعلی خلق عظیم. کی را بسیار رحیم و مهربان گفته بالمؤمنین رؤوف الرحیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. این عادت کی بود؟ این عادت انسان هایی که از مخلوقات میترسن. در سوره احزاب در آیت 19 باز الله متعال چی میگه؟ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. سيكون صفات منافقان ترسو که از مخلوقات میترسن چی صفت دارن؟ اشحة علیکم، بسیار سر شما بخیل هستن. فاذا جاء الخوف، وقتی که خوف بیایه، خوف جنگ، رأیتهم، باز اینا را سیل کنید که ینظرون الیک، به طرف تو سیل میکنن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. تدور اعینهم کالذی یغشى علیه من الموت، تو چشمایشان دورک دورک میزنن مثل که جان کندنشان آمده باشه. چه خوب تعبیر میکنه الله متعال. فهمیدین؟ منافقان میگه تو چشمایشان علق بلق میشه، ما شما علق بلق میگیم، نه؟ فهمیدین؟ نه؟ من به لهجه دری کابل دیگه میگم، من قسم میگه چشمایشان تو علق بلق میشه مثل که یغشى علیه، که برازوت یک بیهوشی میایه، مثل که سرش بیهوشی از مرگ آمده باشه. یگان یکی که جان کندنش بیر کنم تو چشمایش علق بلق شده پلتکک زنه میره. میگه یا اما تو میشن. اقدر ترسو هستن این منافقان. فاذا ذهب الخوف، باز که ترس از پیششان رفت، سلقوکم بألسنة حداد، باز برای شما بسیار با زبانهای تیز سخن میگن. اشحة علی الخیر، بسیار به مال خود بخیل هستن. امی کمانستا را که ما دیدیم، یا کمانستا زیاد منافق هستن. خب منافق های عصر ما را که ما زیاد دیدیم، یا زیاد دیدیم در بین از یا منافق هستن. بازی منافق ها چی وقت بودن؟ یک وقتی که سیل میکردی،
این مجرده که مجاهدین آمدن یاد صاحب چشمایشان علق بلق شد، بگریز که نمیرگیزی گریختن. این سردشان در اروپا و پاکستان اینجا رسید، هر طرف گریختن. کسایش که مانده بودن مثل دیگه لقاق میامد دیگه. استاد میبینی مسیب ریشه میبینی؟ وقت طالبا در دوره اول سر از اینا به زور ریشه مانده بود سر کلشون. بازی ها دیگه صاحب سهل میکنی ریشه های کتک کتک لنگی های کتک کتک را زدن در مسجد ها میاد دیگه بسیار خوب. دیگر روز که صاحب حکومت طالبا ختم شد، حکومت دیگه آمد، دیدیمشان که آلت زبان های تیز پیدا کردن. در یک دفتر رفتم میگم السلام علیکم و رحمت الله. امی یک کسی که دیروز مرغوار بود مرا چی میگن؟ اوهو القاعده شدی. وقتی که امی توره بوره را امریکا بمبارد کرده بودن، گفتیم این آیت قرآن درباره شما نازل شده که فاذا ذهب الخوف، ترس مخلوق یا خزلان نمیترسن. از کی میترسن؟ وقتی که ترس مخلوق از پیشان رفت سلاقوکم به السنت حداد، باز به زبانهای چی؟ بسیار تیز دیگه باز تلویزیون ها میخوین که اینا دهشتگر هستن، اینا تروریست هستن، اون نمایندی افراطگری ها استاد ظاهر داعی علی دامش کنین. باز که دیگر روز باز ببینی که باز یک کمک جنجال است، باز می استاد ما به شما زیاد احترام دارم، خیلی روز شد تو لودگی کردی، حالا سب زبان است یکان دفعه خطا میخوره. لعنت الله علی الکاذبین. اشحة علی الخیر، دمال بسیار بخیل هستن. الله متعال میگه اولئک لم یؤمنوا، این سیکولرها و دموکرات ها و کمونستا یا ایمان ناوردن، دروغ میگن ایمان ندارن. فاحبط الله اعمالهم، الله ضایع کرده تمام اعمالشان. امو نمازهای به دروغیشان هم الله قبول نداره، امو حجای دروغیشان هم الله قبول نداره، امو عمرای دروغیشان هم الله قبول نداره. این چیزشه. فاحبط الله اعمالهم و کان ذلك علی الله یسیرا. میگه پیش الله بسیار چی است؟ آسان است. الله از قلب کلگی خبر داره. هیچ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. برای کافر، برای مشرک، برای منافق، برای مرتد در روز قیامت هیچ ترازو گذاشته نمیشه. ترازوی میزان برای مسلمان ها هست. وقتی که موحد بودی 2 رکعت نمازت به اندازه کوه هست. در یک جنازه مسلمان که رفتی اشتراک کردی به اندازه کوه احد الله برات اجر میده. ایمان که نداشتی اگر این در سر قبر لنین 500 مرتبه بری سجده کنی، ها در جمله کافر هستی. 20 دفعه حج بری، 37 مرتبه حج بری، بازم الله متعال میگه فلا نقیم لهم یوم القیامت. ای ترازو برشون نمیذاریم. ترازو میزان خب برای مؤمنین است. شما خب میخواین قرآن شناس شوین، این تو قرآن رو بشناسین. خب این قرآن که میخونی فکر میکنی جزاک الله خیر. این قرآن که میخونی فکر میکنی که امیال دیستی نازل شده. امیال دیستی نازل شده، اندیوالای مرا میره دوارش گپ میزنه. اندیوالکای منافقم که خوب زبانشان یک وقت بسیار چرب میشه، باز یکان وقت بازگه میخیزن، باز تبصره رو شروع میکنن. او فکر میکنن ما را بازی میتن. یخادعون الله والذین آمنوا. الله میگه و ما یخدعون الا انفسهم. این کسایی که غلطی و با این کارا میکنن خود فریب میدن. چرا؟ چند سال بعد وام میموره، ما میموری. الموت یأتی بغتة. دیروز یک بچه جوان آمده بود، مرا میشناسه که حتما مذاق میکنه. چی میگه؟ استاد ریش سفید شدی. من گفتم بچه جان آمدن به ترتیب است، رفتن به ترتیب است. اتو نیست که اول ریش سفید میره باز جوان میره. بسیار ریش سفید هاست که جنازای جوانها را خواندن. فهمیدی؟ دیگه خوشحال نباش که تو جوان هستی. آمدن به ترتیب است. اول بابا کلان می، باز پدر می، باز پسر می، باز
بچه میه با نواسه و کواسه و اینمی قسمی. احیانا باز وقتی که میره سرچپه میره، بابا کلان زنده است، نواسگه کش وقت رفت زیر خواه. چرا؟ هر گپ یک درس است. خب ما کس مذاق نمیکنیم. در جریان مذاق هم کدام وقت شما خنده میکنین، ما گپ خنده‌آور نمیزنیم. یک درس میباشه لکن شما رو خنده میگیره. اگر یگان قصه میکنیم، دو قصه ما درس است. برای جوان که ما گفتم چی مانا؟ به این مانا که الله متعال، درس شال برتان میگم، الله متعال آمدن به ترتیب کرده به خاطر که نسل‌ها و نسب‌ها ثابت باشه، اما رفتن به ترتیب کرده به خاطر که تو جوان در جوانیت فریب نخوری، هر لحظه آماده مرگ باشی. امریش سفید، ام جوان، ام کلگی به ترتیب است. به خاطر چی که هر لحظه آماده چی باشی؟ مرگ باشی. شیطان بازی ندید که برو باز که پیر شدی، باز ریش سفید شدی، باز تخته پشتت تو شارت غی شد، تو کپک شدی، باز او وقت توبه بکن. نه، گفتم فردا توبه میکنم. گفت فردا توبه میکنم، اما فردا از خواب بر نخواست. یه گفت صبح بخیر از خواب بخیزم باز توبه میکنم. شب که خواب کرد، خواب مرگ است. کلگی خیستن گفتن الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا. ایره شورک دادن که بخی تو هم بخوان. ای که رفت. ای دل تو را ندای مرگ هم شنیدنیست. صبح اجل ز مطلع عمرت دمیدنیست. بر تخت ناز و بالش ابریشمین مناس. بر تخت ناز و تخته که 2 نفری که خریدی، بر تخت ناز و بالش ابریشمین مناس. با ای کمپلک ترکی، ای سرتختگی یک سینگاپوری، با این مناس. بر تخت ناز و بالش ابریشمین مناس، زیرا که از این جهان تو به کلی بریدنیست. یک روز قدمش. ای دل مکن گناه که به تحقیق مردن است، اعمال نیک کن که قیامت رسیدنیست. من مات فقط قامت قیامته. الله متعال مرده ها را بیامرزه. بسیاری کس هست که مجرده که مردی قیامتت شروع شد. چون کل نفس ذائقة الموت حکم شد. ای بیچاره شعر خواندن هم یاد نداره. یگان تا شدیدینه که شعر هم میخوانن باز میگه من شاعر هستم. گفتیم لالایت ماهر است. فهمیدی؟ چون کل نفس ذائقة الموت حکم شد. میدان یقین، به یقین باور داشته باش، میدان یقین که شربت مرگت چشیدنیست. چون حضرت رسول الله در جهان نماند صلی الله علیه و سلم، چون حضرت رسول الله در جهان نماند، کس را چی اعتماد به نابود بودنیست؟ کس را چی اعتماد به نابود بودنیست؟ سعدی در این قفس که توان داشت مرغ را. این تخت سینه‌ات مثل چی است؟ یک قفس است. سعدی در این قفس که توان داشت مرغ را. روزی قفس شکسته و مرغش پریدنیست. یک روز قفس میشکنه و مرغایش هم چی میکنه؟ این روح تو چی میکنه؟ پرواز میکنه. خب بان که مردم های منافق هر چی میکنه. ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم یک توصیه را برای ما و شما مسلمان ها بیان میکنه. چی میگن؟ میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یمنعن احدکم مخافة الناس ان یتکلم بحق اذا رآه او عرفه.
میگه لا یمنعن منع نکند احدکم یکی از شما را مخافت الناس، ترس مخلوقات. فهمیدی؟ این ترس شما را چی نکنه؟ منع نکنه ان یتکلم بحق، که سخن حق بگویه. اذا رآه، وقتی که حق دید، او عرفه، یا او را فهمید. وقتی که حق دانستی فهمیدی، از ترس مردم او را پنهان نکن. تو باید از الله بترسی، از الله بترسی. تقدیرت به دست الله هست، تقدیرت به دست الله هست. اگر امیل مرگ ما و شما را الله مقدر کرده باشه، کل دنیا هم بخواه که زنده باشیم، میریم. اگر زندگی الله بر ما داده باشه، کل دنیا هم اگه بخواه بمریم، نمیمریم. اما حق به خاطر ترس مردم، و هو ان یترک الانسان، و این چی است که انسان ترک کنه از ترس مخلوق ما یجب علیه، و چیزی که سرش واجب است، من الجهاد، از جهاد، والامر بالمعروف، و امر بالمعروف، و نهی عن المنکر، و نهی از منکر، بغیر عذر، که دیگه عذر نداره، فقط از خاطر چی؟ مگر لخوف الناس، از ترس مردم. ولی نمیکنم باز مردم است، ولی گپ نمیزنم باز مردم، ولی گپ نمیگم دعوت نمیکنم مردم، ولی نهی از منکر نمیکنم باز مردم. این اصلا مردم پرست. همین کسایی که میگه باز مردم چی میگه، این باز مردم چی میگه، میفهمید صفتی کی است؟ صفت مردم پرست است. بتش مردم است. مردم برای خود بت جور کرده، معبود جور کرده. باش مردم چی میگن، خیرات کنیم، باش مردم خوب بگویه، این لباس رو بپوشیم، باش مردم خوبش بگویه، ولی گپ نزن، باش مردم خفه میشه. مردم الله خفه میشه، باش که الله راضی شه. آدمای هوشیار کسی است. امیر مذهب در یک جای دیدم یک کسی بود بسیار آدم با عقیده بود، هر کار که میکرد میگفتم چرا تو کردی؟ میگفت الله راضی شه. باز که کار میکرد الله راضی شه. یک گلاس آب که برات میداد میگفتی جزاک الله خیر، الله راضی شه. هر کار میکرد الله راضی شه. خب شکل دومش خوف وهمی است. خوف وهمی چی است؟ این خوف جبن و ترس است. این خوف جبن و ترس چی هست؟ که رسول الله صلی الله علیه و سلم ازی به الله پناه برده. اللهم اینی اعوذ بک من الهم والحزن و اعوذ بک من الجبن والبخل. یا الله من به تو پناه میبرم از جبن، که انسان جبون باشه، بسیار ترسو باشه، از هر چیز میترسه. یک ولی از اولیاء الله چی میگه؟ میگه اگر از الله ترسیدی کل مردم از تو میترسن، و اگر از الله نترسیدی از کل مردم میترسی. این قاعده است. میگه از الله که ترسیدی، کتت لشکر هم نبود، باز چی میگه؟ میگه نه این خب بادیگارد داره، خب بادیگارداش دور دور از پیشش میره، سلاحشان هم پیشش است. بادیگاردار خدا به کس نشان نمیده. بله یک بادیگارد پیش روی ما، حفظت الکرام، یکم از پشت سر، دو بادیگارد از طرف الله داریم، یکی دست راست یکی دست چپ. دو نفرم چی هستن که نوشته کرده میره؟ دو نفر نوشته میکنه و دو نفرم پیش روی پیش سر. اما میگه اگر از الله ترسیدی کل مردم از پیشت میترسن، و اگر از الله نترسیدی از هر کس میترسی. قاری صاحب خوب هستی؟ تو مرا دوسته؟ والا همی قاری صاحب یک کمک قواریش کدام چیزی نباشه. قاری صاحب من بسیار خوب آدم هستم، هیچ کدام گفم نیست، هیچ کدام جنجال نداریم، بسیار خوب آدم. ای نه، از کلگی از قاری صاحب میترسی، از اون میترسی، از اون میترسی، از اشتکا میترسی، تو از خانم خودم میترسی، از اولادای خودم میترسی. ای سبحان الله. چرا از کلگی میترسن؟ به خاطری که از الله نمیترسم. ولهذا كان الإيمان التام والتوكل الصحيح أعظم مما يدفع هذا النوع. میگه ایمان کامل این خوف از قلبت میبره، این خوف وهمی را، این ترسک جاهلانه را. و یملأ القلب شجاعتا، تو قلبت شجاع میسازن که در سختترین حالات زندگی نمیترسی. یک وقت من در زندان بودم، یک کس آمد، من میفهمید که جنرال انگلیس است. خب من خب میفهمیدم که
جنرال انگلیس سال آمده که ما شیشته خدا بر من دیپلمات معرفی میکرد. من داخل زندان بودم. یک روز من پرسانش کردم، گفتم که این تحقیق که امرای من میکنی اختیاری است یا اجباری است؟ والله ما براتون دروغ نمیم، چرا این گپ من در انگلستان هم نشر میشه، شاید می خود از این نفرم بشنوه و کسی برش ببره. قد بلند داشت، چشمای سبز داشت، قرار نمی قسمی شیشته بود. گفت نه اختیاری هست. من گفتم مگه اختیاری هست؟ من که تو دیگه نمیشیرم، من که تو گپ نمیزنم. گفت چرا؟ من گفتم به خاطر از اینکه شما یک تاریخ سیاه در افغانستان دارین، شما انگلیسا. من نمیخوایم تاریخ زندگی ما سیاه شه و کتی نشستن با یک انگلیس به اختیار خود، اجباری که از خود مجبور هستی دیگه. دستایت بس از پایای تولچک از دستایت هم زولانه است، خلاص هر چی که میگی بگو. اما اگه اختیاری باشه من کتت نمیشینم. گفت چرا؟ من گفتم به خاطر از اینکه شما در جنگ اول افغان انگلیس تاریخ سیاه در افغانستان دارین، جنگ دوم افغان انگلیس تاریخ سیاه در افغانستان دارین، جنگ سوم انگلیس تاریخ سیاه در افغانستان دارین و حال هم امرای تروریستای امریکایی آمدین، حال فعلا هم در لشکر تروریستا هستین، حال هم تاریختان سیاه هست. گفت نو چانس. من گفتم نو چانس. 15 روز بعد میامد گفت ما یک دفعه هم نیست. من گفتم نه در 2 ماه نه، در 2 ماه یک دفعه. بازیگر از این بسیار لوده است، تلفنی هلو، گفتم how are you؟ گفتم fine. اینا لی وقتی که با الله بودی دو تو جایی که در گردن تیار کار دست مهتری گر بکام شیر در است، شب خطر کن ز کام شیر بجوی، یا بزرگی و عز و نعمت و جاه، یا چو مردانت مرگ رویاروی. سکو یک عالم بزرگوار دیگه چی میگه؟ میگه فإن خواص المؤمنین، میگه خاصیت مؤمنا چی هست؟ میگه خاصیت مؤمنا اقا خوش آدم میگه که یکان چیزا میخوانی خب بسیار مزدار میباشه. می گپای علما را کدام بفهمم که بفهمیم بسیار مزدار است. که گپ ازی چقدر مزدار است. چی میگه خب؟ میگه ولهذا فإن خواص المؤمنین تنقلب المخاوف في حقهم امنا و طمأنینه. میگه مؤمنای واقعی اینا میگه امو حالاتی که بسیار حالت ترس و خوف است برای دیگران، در حق از یا چی میشه؟ امنیت و اطمینان میباشه. چرا؟ میگه لقوت ایمانهم و لسلامت یقینهم، به خاطر که ایمانشان قوی است و یقینشان سالم است. و کمال توکلهم علی الله، به خاطر که بسیار توکل به کی میکنن؟ به الله میکنن. اینو میگه از کجا پیدا کردی؟ میگه این هم در قرآن عظیم شان است. در کجای قرآن است؟ میگه بکش سوره آل عمران آیت 173 را که الله متعال این انسان هایی که خوف و ترس برشان به چی تبدیل میشه؟ به آرامش و اطمینان. اینو میگه پیدا کنین در سوره آل عمران 173 الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. برای کسایی که الله میگه مردم برشان گفتن که او مردم کل دنیا آمده در سر شما حمله میکنن، بترسین از پیش از اینا. فزادهم ایمانا، امی جمع شدن کل دشمنا و حمله کردن کل دشمنا بر از چی کرد؟ ترسانشان. میگه نه فزادهم ایمانا، ایمانشان زیاد کرد و گفتن که و گفتن حسبنا الله، کافیست بر ما الله و نعم الوکیل. اینا رو بخوان قاریسه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم مردم ها بودن؟ کسایی بودن که
قال لهم الناس، مردم آمدن برشان گفتن که ای پیغمبر، ای صحابه، ای مهاجرین، ای انصار، این الناس قد جمعوا لكم، کل مردم از قریش، از بادیه ها، طوایف مختلف، کل ازیا، کل احزاب کفری یک جای شدن. به خاطر چی؟ که سر شما حمله بکنن. فخشوهم، از یا بترسین. وقتی که از این گپ خبر شدن، الله متعال میگه من عالم الغیب هستم، از قلبایشان با خبر هستم. اینه میگه از یا چی تاثیر کرد؟ چون برشان الله اطمینان داده بود، الله برشان آرامش داده بود. فزادهم ایمانا، پس اهمی حمله دشمنا انوز ایمان از را چی کرد؟ زیاد کرد و قوی ساخت. و قالوا، و چی گفتن؟ سلا نداریم، مهمات نداریم، نفر ما کم است، امکانات لوجستیکی کم است. در مقابل از گفتن حسبنا الله، الله بر ما کافی هست. و ما یعلم جنود ربک الا هو، شما از لشکر الله بخبر هستین. و ما یعلم جنود ربک، لشکر الله را نمیشناسه الا هو، بغیر از الله. الله اگر خواسته باشه با یک پشه اینا را کلشان نابود میکنه. طیرا ابابیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الله میگه آیا ندیدین که الله چی کار کرد با اصحاب الفیل؟ وقت امید تیارای بسیار خطرناک درون از چی بودک؟ فیل بود. لیکن الله به امر از اینا بود. یا کت فیل آمدن که ما کت فیلای بسیار قوی میریم کعبه را چپا میکنیم. الله متعال میگه الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم، و فرستاد الله متعال بالای اصحاب الفیل یک لشکر از لشکرهای خدا، از میلیون ها لشکر الله یک لشکرک کوچک خدا. و ارسل علیهم طیرا، یک لشکر الله پرنده ها هست، پرنده های کچک کچک که باشه واره باشه، باز واره باشه که همه گوشت هایشان بکنن. نه، گفت پرنده های بسیار کوچک. و ارسل علیهم طیرا، پرنده های کوچک ابابیل. ابابیل بسیاری کسا غلط ترجمه میکنن، ترجمه صحیحی است که خیل. امی پرنده ها میمدن خیل که میگن، نه خیل کفتر، خیل پرنده. و ارسل علیهم طیرا، کی ارسال کرد؟ الله متعال. یک لشکر کوچک خدا که پرندگاه ها هستن. این پرنده ها چه قسم پرنده ها بوده؟ یا اصلا مثل تیاره های بم افغان بودن. وقت مردم نمیفهمی تیاره بم افغان چیست. طیرا یعنی تیاره. ابابیل مثل همون تیاره که 200 دانه جیت باشه، 200 دانه تیاره جیت بم افغان. چی کردی تیاره ها؟ ترمیهم، اینا را میزد با چی؟ چه قسم بم بود؟ بم هایی که از تیاره انداخته میشه. ترمیهم بحجارت، الله به بم به مخلوقات محتاج نیست. سنگک های چوچه را از کجا برشان آورد؟ بحجارت من سجیل. بعضی هم میگه سجیل که اصلا کلمه فارسی هست. میگه عرب ها که است گاف ندارن، باز هر جایی که کلمه فارسی به مثلا نام یک دختر گلنار است رو جلنار میگن. اگر نامت گلبودین بود باز ترا میگن جلبودین. فهمیدی یعنی؟ اینجا میگه سنگکا یا از سنگ و گل بودن. از چی بودن؟ سجیل میگه مخفف سنگ و گل است. ترمیهم بحجارت من سجیل، اینا را میزد. اصل ترجمهش کسی رو مردم ها تو زبان شناس ها یک وقت زبان شناسی میخوادیم چیزا رو یا میگفتن، لکن اصلش چی است؟ ترمیهم بحجارت من سجیل، اینا را میزد با سنگ هایی که او را الله متعال از دوزخ که عذابش از اونجا گفته بود بگیرن. فجعلهم كعصف مأکول. چه قسم میگه حالت از یا شد؟ میگه وقتی که امی بمهای الهی در فرق از دشمنای الله توسط تیارات مخصوص الهی، این تیارایی که ساخته که تیارای انسان است،
تیارای الهی که هست اونمو طیرن ابابیل است، پرنده ها هست، اون لشکر الله هست، او ساخت الله هست. این تیارا مقصودش نیست این تیارای یا تیارای ساخت انسانه. چه قسم کرد؟ میگه همی هر بم که سر از یا که همی هر سنگه که میزد، این سنگ از بم هم که خطرناک بود. میگه یارا که میزد، یارا اوتو تکت که میکرد که دستش یک جای افتاده، پایش دیگه جای افتاده. چی واره؟ میگه کدام وقت شما که زیاد نمیفهمین، کدام وقت دیده باشین در یک جایی که همی گاوها و برشان کار پرتین، ای که همی کار میخوره او سفیده میگیم ما شما. یک جای ما مخ سفیده میگفتیم، وقتی که همی سفیده رو پیش ریش منداختن، یک تو میجا بازم پسمانده که سعی کنی که هم توتا چیز افتاده. میگه لشکر ابرهه رو عمود کرده بود مثل که یار گاو تکت تکه کده باشه، دستش یک جای افتاده، پایش دیگه جای افتاده، سرش دیگه جای افتاده. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم مهاجرین انصار بشناسین او مردم که چی عقیده داشتن. فهمیدین یا نه؟ الله معرفی میکنه، میگه صحابه مهاجرین انصار میفهمین چه قسم مردم بودن. میگه یا بر از این مردم آمدن برشان گفتن که ان الناس قد جمعوا لكم، مردم برای شما جمع شدن، فخشوهم بترسین، فزادهم ایمانا. امی لشکر خطرناکی که برای کشتن و از بین بردن آمده بودن، یا سبب چی شدن که ایمان صحابه انوز هم قوی شد و زیاد شد. وقالوا حسبنا الله، رضا گفتن که الله کافی هست، حسبنا الله. وقالوا حسبنا الله، الله بر ما کفایت میکنه، ما نیازی به دیگه چیزا نداریم. و نعم الوکیل، و بهترین کارساز کی هست؟ الله هست. الله متعال چی میگه که خب وقتی که بنده تو قلب پاک داشته باشه، تو ایمان قوی داشته باشه، الله برای چی نعمت میده؟ فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. پس فانقلبوا برگشتن به نعمت من الله، الله نعمت خود سر از اینا نازل کرد. به نعمت الله چی گشتن؟ و به فضل الله لم یمسسهم، بر از اینا مس نکرد یا نرسید، سوء، هیچ کدام تکلیفی بر از اینا نرسید، هیچ. واتبعوا رضوان الله، یا پیروی کردن چی را؟ این صحابه، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما که میگیم به منهج صحابه باشین، به خاطر که قلبتان مثل قلب صحابه باشه. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم، الله بسیار صاحب فضیلت بزرگ است. انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه، این کار شیطان است که کت دوستای خود که میده گوشت و پس پسک میکنه تو را میترسانه. فهمیدی؟ شیطان توسط دوستای خود مسلمان ها را میترسانه. فلا تخافوهم، پس ای مسلمان از اینا نترسین. و خافون ان کنتم مؤمنین، و الله میگه فقط از ما بترسین. و خافون ان کنتم مؤمنین، الله چی میگه؟ میگه از ما بترسین اگر شما چی هستین؟ مؤمنان حقیقی. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، یا الله یک تعداد رفتن نصرانی شدن، یک تعداد کمونیست شدن، یک تعداد سکولر و دموکرات شدن، یا الله یک تعداد همیان در کستا در فیسبوک ها میگه که ما نصرانی شدیم، یک تعداد شیطان پرست شدن. الله میگه ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هیچ طور جگر خون نسازه کسایی که به سرعت و عجله میدن کافر میشن. فهمیدی؟ میگه جگر خون نشد کسایی که کافر میشن. چرا؟ انهم لن یضر الله شیئا،
این مرتدا برای الله هیچ ضرر رساندن نمیتونه. اگر نصرانی شده، اگر سیکولر شده، اگر دموکرات شده، اگر کمونیست شده، اگر بیدین شده، اگر مجاهد امریکایی شده، لن یضر الله شیئا، هیچ به الله ضرر رسانده نمیتونه. یرید الله تو بعضی حالت میگه یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره، الله ارادش امی قسم رفته که بر از اینا هیچ نصیبی در آخرت نباشه، از جنت الله محروم شوند، از حورای جنت محروم شوند، از باغهای جنت محروم شوند، از جنت تجری من تحت الانهار محروم شوند. متوجه هستین؟ یرید الله، این خو اراده الله هست، برای هر کس اختیار داده، وقت داده. من که کافر میشه مسلمان میمونم. الا یجعل لهم حظا، حظ چی را میگن؟ نصیب میگن که بر از اونها هیچ نصیبی در کجا نباشه فی الاخره. بانشان در دنیا یک چند روز خیر است، بگردن خوب ساتیری کنن. فرعون بسیار خوب قصر لوکس داشت، هامان بسیار خوب داشت، شداد، نمرود. ولهم عذاب عظیم، بر از اینا چی هست؟ عذاب بزرگ. یا الله یک سوال دیگه هم دارم. یک سوال دیگه هم میکنیم. یا الله یک تعداد دیمان خدا به پیسه فروختن، وارا چطور کنیم؟ جگرخون شیم سرشانه جگرخون نشیم. الله متعال میگه ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضر الله شیئا، ای کسایی که کفر خریدن، از دست چی را دادن؟ ایمان خود از دست دادن در مقابل دلار. لن یضر الله شیئا، اینا هم به الله هیچ ضرر رسانده نمیتونن. آفتاب الله را تغییر دادن نمیتونن، مهتاب الله را تغییر دادن نمیتونن، زمین الله را تغییر دادن نمیتونن، هیچ ضرری رساندن نمیتونن برای الله. ولهم عذاب الیم، بر از اینا دردناک است. یا الله یک سوال دیگه هم دارم. دیگه چی سوال داریم؟ سوال ما یا الله دیگه سوال ما این است که ای بسیاری ها میگن که اگر مرا خی کافر هستم خی بگیره الله مرا بکشه، چرا خی مرا وقت داده؟ الله متعال میگه ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، و حساب نکنه، گمان نکنه الذين، کسانی که کافر شدن، انما نملی لهم، که ما بر از اینا فرصت میتیم در زندگی، که این فرصتی که بر از اینا دادیم این خیر است برای نفسهایشان. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، الله میگه ما بر از اینا وقت دادیم به خاطر که گناه از یا خوب زیاد شوه. باز روز آخرت نبیه که یا الله بر ما دوزخ دادیم، این یک گناه کرده بودم. الله میگه نه، 40 سال وقت دادم، خوب گناهی کتا کردی. فهمیدی؟ انما نملی لهم لیزدادوا اثما، این فرصتی که برای دشمنای خود الله میته به خاطر از اینکه گناهی از اینا زیاد شه و باز نخیزند در سر عدالت الهی اعتراض نداشته باشن که گناهگاه که من خورد بود، من این که گناه کردم، مرا زدی هلاک کردی، اگه مرا وقت میدادی باز من بسیار خوب آدم میشدم. الله میگه اینه بر 50 سال 60 سال 70 سال خوب وقت برات دادم. ولهم عذاب مهین، باز بر از اینا یکی عذاب علیم است، دردناک، عظیم، بزرگ. مهین خیلی چی است؟ میگه این عذاب مهینی هست که انسانی که دین الله را ترک کرده این در آخرت بسیار توهین و تحقیر میشه. حتی کافرها برش میگه که ای تو شیخ الحدیث بودی، تو چرا کت ما دوزخ میری؟ این در غضب شوی، تو چطور از اون دوای غیر اکادمیک بسیار توهین و تحقیر میشه که تو خو میفهمیدی قواریت مسائل میگه ما میگفتیم این چقدر خوب آدم است، تو خو از ما کده بتر فرعون بودی، تو خو چوچه شداد بودی. ها؟ بازو میگه من لباسشان پوشیده بود، قلب ما قلب بیدین بود. خیا الله این مشکلات سر ما چرا میآید؟ یک سوال دیگه، یا الله چرا این مشکلات سر مسلمان ها میآید؟ چرا این سختی ها میآید؟ چرا مسلمان ها در غزوه احد شکست خوردن، 70 صحابی به شهادت رسید؟
الله متعال میگه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. این آزمایش ها به خاطر چی هست؟ میگه الله نمیگذاره کسایی که میگه مؤمن هستیم، کلگی ادعا میکنه مؤمن هستیم، اگر کلگی مثل غزوه بدر وار کامیابی باشه و کلش امکانات باشه، کلش چی باشه، غنیمت ها باشه، باز منافقام خیزک میزنه که ما مسلمان هستم و ما مجاهد هستم و ما هم دیندار هستم. الله سختی ها را میاره، بندی خانه را میاره، تیارای خطرناک میاره، بمب ها را میاره، سختی ها را میاره. 70 صحابی در احد شهید میشه. چرا یا الله؟ حکمتش است. الله میگه حکمتش اینمی هست که الله متعال میخواه به مردم نشان بده یمیز الخبیث من الطیب. انسان های منافقه که در صف مسلمان ها هستن از مسلمان های حقیقی چی کنه؟ تمیز و جدا کنه. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، لیکن الله شما را خب به غیب مطلع نمیسازه که شما غیب بفهمین. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، لیکن الله اختیار میکنه از پیغمبرای خود هر کس را که خواسته باشه. فآمنوا بالله و رسوله، پس ایمان بیارین به الله و رسولش. و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم، اگر شما ایمان بیارین تقوا کنین بر شما اجر بسیار بزرگ است. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله و استغفرک و اتوب الیک.